کتاب کنترل ذهن، نویسنده خوزه سیلوا، مترجم مجید پزشکی. کاری از کانال یوتیوب پادکست سرور. فصل 7، دلیری، ترس، خوشبینی. برای اینکه دلیری رو بهتر بشناسیم نیازمندیم با احساسی که ترس نامیده میشه آشنا بشیم. در کل 2 گونه ترس وجود داره. نخست ترس طبیعیه که در پی تهدیدهای واقعی پدیدار میشه و برای ادامه زندگی همه جانوران ضروریه. احساس ترس با ترشح آدرنالین در خون بدن رو برای واکنش سریع در برابر خطر آماده میکنه. وقتی در شبی تاریک از کوچه‌ای خلوت میگذریم، ترس از این که مبادا دزدی از پشت سر به شما هجوم ببره شما رو تر و فرستر، متمرکزتر و نیرومندتر میکنه تا بتونید به سرعت از خطر دور بشین. اما ترسی که ریشه در گذشته های خیلی دور انسان داره و برای آماده سازی اون به منظور واکنش سریع در برابر خطرهای زندگی در جنگل طراحی شده، در زندگی امروز دری رو دوا نمی‌کنه. انسان امروز با ترس‌هایی چون ترس از بیکار شدن روبروه. سوال اینه که در برابر این ترس چه میتوان کرد و بهترین واکنش در برابر نگرانی‌هایی از این دست که هفته‌ها به درازا می‌انجامه چه میتونه باشه؟ در این باره کاری در عمل از دست ما ساخته نیست و پیامدهای جسمانی ترس که پیشینه اون به دوران پیش از تاریخ برمیگرده همچنان پابرجاست. آدرنالین همچون گذشته در خون رها میشه، قلب تون تون میزنه و اگر اینها ادامه پیدا کنه به بدن آسیب‌های جدی وارد میکنه. هرچند خود ترس سودمند و مفیده، پیامدهای جسمانی غریزی اون اغلب با میزان خطر تناسبی نداره. به دلیل اینکه ترس یکی از غریزه‌های نیرومند انسانه، ما نمیتونیم این پیامدها رو از بین ببریم. تنها کاری که از دست ما برمیاد کاهش دادن آثار زیانبار دراز مدت اونه. پیش از اون که وارد این بحث بشیم بگذارید دومین گونه ترس یعنی ترس‌های خیالی رو هم بررسی کنیم. ترس‌های خیالی اگرچه به راستی احساس میشوند، برخواسته از درک نادرست و فرمان‌های اشتباهی که ذهن صادر میکنه. خیلی ها به دلیل ناشناخته پیوسته احساس دلهره میکنن. برخی هم دچار فوبیا یا ترس بزرگ نمایی شده از چیزی هستند که اون رو خطرناک میپندارن. ترس های خیالی عرصه رو برای کسانی که گرفتار اون هستن بسی تنگ میکنن. بیشتر ترس های خیالی مستقیم یا غیر مستقیم در خودپنداری ناتوان و نارسا ریشه داره. به گفته دیگر چون من یا خودباوری ترسوها چندان نیرومند نیست که بتونه با مسائل پیچیده زندگی نوین و پیشرفته امروزی روبرو بشه. به گونه‌ای طبیعی با احساس دلهره‌ای که استرس به بار میاره واکنش نشان میده. هرگاه کسی در برابر مسائل زندگی کم بیاره، دلهره همواره در کمین خواهد بود تا اونو از پای در بیاره. ریشه این نارسایی و ناتوانی رو هم باید در دوران کودکی و تسلط شخصی مقتدر بر اون جستجو کرد. همونطور که گفتیم ترس‌های خیالی برخواسته از درک نادرسته. فرض کنید شبی همین که در رو باز میکنید تا از خونه بیرون برید با سگی تنومند روبرو میشید که آماده یورش به شماست. با دیدن سگ شما به سرعت خودتون رو عقب میکشین و در رو پشت سرتون میبندید. اما چون صدایی از سگ به گوشتون نمیرسه بیرون رو دوباره نگاه میکنید و متوجه میشید سگی اونجا نیست و شما انبوهی از زباله رو که جلوی منزلتون ریخته با سگ اشتباه گرفتین. شما چون انتظار روبرو شدن با زباله ها رو نداشتین، ذهنتون نتونست اون رو بازشناسی کنه. برای همین شما رو در حالت تدافعی قرار داد و در پی اون واکنش های مربوط به ترس رو در شما پدیدار کرد. درک نادرست در مثال بالا خیلی زود برطرف شد، اما درک‌های نادرست بسیاری وجود داره که به دست پدر و مادر یا دیگر بزرگسالان صاحب نفوذ در دوران کودکی ما در ژرفای ناخودآگاه ما تلمبار شده. منابع ادراکی ما همان باورها، گرایش‌ها و نگرش‌های ما یا نوع نگاه ما به دنیا هستند.
برخی از این منابع به سود ما کار میکنن و برخی دیگر به زیان ما. در واقع چیزی که ما اون رو واقعیت میپنداریم و هر آنچه ادراک میکنیم برخواسته از سلسله باورهای ماست و برخی بخشهای این سلسله را به سختی میتوانیم به یاد بیاریم. هیچ کس نمیتونه رویدادهایی رو آنگونه که به راستی رخ میده به یاد بیاره، بلکه اون رو آنگونه که درک میکنه به خاطر میسپاره. درک هر کس از هر رویدادی هم به خلق و خو و احساسات و عواطف، سن و سال، محیط و حتی آب و هوا بستگی داره. از این رو حتی دو تن را نمیتوان پیدا کرد که یک رویداد رو یکسان و شبیه به هم درک کنند. بازسازی ترس‌های خیالی و دگرگون کردن اونها به پیشبینی‌های مثبت میتونه به افزایش آگاهی و خودباوری کسانی بیانجامه که به این گونه ترس‌ها دچارند. هرچه خودباوری اونها بیشتر بشه، واکنش کمتری به ترس‌های خیالی نشون میدن. افزون بر افزایش خودباوری، روش دیگه‌ای هم برای رویارویی با ترس‌های خیالی وجود داره که برای توضیح اون نیازمندیم به کمک اصل دو قطبی معنای واژه ترس رو بیشتر بشکافیم. همونطور که پیشتر گفتیم، احساس ترس به قطب منفی مقیاس دو قطبی تعلق داره. بنابراین در قطب مثبت مقیاس واژه مخالف ترس قرار خواهد گرفت. اگر در هر دو قطب مقیاس دو قطبی واژه پیشبینی رو قرار بدیم، ترس که پیشبینی منفی در قطب منفی و ایمان و اطمینان که پیشبینی مثبت در قطب مثبت مقیاس قرار خواهد گرفت. حالا نتیجه خواهیم گرفت که ترس و ایمان هر دو نوعی پیشبینی هستند و ماهیتشون یکیه، ولی از نظر شدت و درجه با هم متفاوتن. ترس همون پیشبینی منفیه، چون کسی که دچار ترسه در انتظار پیش آمدی بد و ناخوشایند به سر میبره. اگه این رو بدونید، رویارویی با ترس آسان‌تر خواهد شد. اون وقت تنها کافی خواهد بود که پیشبینی‌های منفی رو به پیشبینی‌های مثبت تبدیل کنیم. این کار خیلی سخت نیست و با کمی تمرین به خوبی از پس اون برمیایید. برای از بین بردن ترس تنها باید اون رو دو قطبی کرد و بعد به قطب مخالف و مثبت اون تغییر جهت بدیم. ترس کارکنان از اخراج شدن رو که مثال زدیم یادتون هست؟ نخستین واکنش کسی که در آستانه اخراج شدن قرار داره ترس از بیکار شدن و نداشتن درآمده. اما بخش مثبت اخراج شدن از کار چیه؟ آیا بهتر نیست کارمند یا کارگر اخراجی از سختی‌های زودگذر بیکار شدن فراتر بره و اون رو فرصتی برای انجام دادن کار دلخواهش بدونه؟ برای مثال، مهاجرت به شهری دیگه، تغییر دادن زمینه کاری و انجام دادن کارهایی که در گذشته شدنی نبودند. از دیگر سودمندهای تغییر نگرش اینه که به شما کمک میکنه خواسته هاتون رو بهتر بشناسین و اونها رو گسترش بدین. اگر خواسته مثبتی داشته باشین، بی تردید انتظارتون هم مثبت خواهد بود و همان گونه که دیدیم انتظار و پیشبینی مثبتی چون ایمان میتونه ترس رو از بین ببره. شاید برخی بر این باور باشن که قطب مخالف ترس دلیریه، نه ایمان و اطمینان. اما این گونه نیست، چون دلیری تنها در جایی میتونه باشه که ترسی برای چیره شدن وجود داشته باشه. بدون ترس دلیری هم وجود نخواهد داشت. شما باید دست به عمل بزنید و اگر از خود بپرسین به چه دلیل دچار ترس هستین، راه به جایی نخواهیم برد، چون ترس مفهومی انتزاعیه. اما اگه بپرسین چه انتظار مثبتی از این احساس منفی دارین، پاسخ رو پیدا میکنید. از اون بهتر شاید این باشه که بپرسین اگر انتظار پیشبینی چنین پیش آمده منفی رو نداشته باشین چه میشه؟ با طرح این پرسش انبوهی از پیشامدهای مثبت در برابر چشمتون پدیدار خواهد شد. از اونجا که ترس و ایمان هر دو پدیده های خیالی و ذهنی هستند، در قلمرو کنترل ذهن قرار دارند. میتوان ترس رو از راه دگرگون کردن اون به ایمان کنترل کرد. دگرگون کردن ترس همان شیوهیه که ما برای از بین بردن اون به کار میبریم.
ترس یکی از غرایز طبیعی انسانه. اگه ترس رو از زندگی کسی بیرون کنیم به اون ستم کردیم، چون ترس در دور نگه داشتن ما از خطرات و آسیب‌ها نقش بسزایی داره. اما ترس‌های خیالی، ترس‌های غیر منطقی و ترس‌هایی که گریختن یا جنگیدن جایی در اونها نداره، جلوی رشد و شکوفایی ما رو میگیرن. بیش از هر کاری بهتره ترس خود رو شناسایی کنیم. آیا اون ترس ضروریه؟ آیا میتونیم با گریختن از ترس دوری کنیم؟ با جنگیدن چطور؟ اگر چنین نیست، ترس شما بیخودیه و دردی از شما دوا نخواهد کرد. برای رویارویی با چنین ترسی وارد سطح آلفا بشین. ترستون رو 2 قطبی کنید. قطب مخالف اون رو به تصویر بکشین. اگر دچار چنین ترسی نباشین چه خواهد شد؟ پس از اینکه این پرسش رو چندین بار مطرح کردید، تکنیک تصاویر ذهنی طلایی رو که در فصل 5 آموزش دادیم برای افزایش دادن کیفیت تصاویر ذهنی مثبت و کاستن از کیفیت تصاویر ذهنی منفی به کار ببرید. تلاش کنید تصاویر ذهنی منفی رو پاک کنید و از اون پس دیگه به اونها بها ندید. اگر در آینده دوباره سراغ شما اومدن، بیدرنگ بر قطب مخالف و مثبت و سودمندی های اونها متمرکز بشین. برای مثال، اگر از پرواز با هواپیما میترسین، بخش مثبت اون رو به تصویر بکشین. تصور کنید روی صندلی هواپیما راحت نشستین. هواپیما با آرامی از روی زمین بلند میشه. بعد از مدت کوتاهی در مقصد فرود میاد. درباره سودمندی هایی فکر کنید که اگر از پرواز با هواپیما نمی ترسیدین نصیبتون می شد. برای چیره شدن بر ترس، انتظارات و پیشبینی های منفی خودتون رو به انتظارات و پیشبینی های مثبت دگرگون کنید. این تغییر نگرش رو در سطح آلفا و به کمک قوه تخیلتون انجام بدین. دلیری هم مانند ترس پدیده خیالیه. منبع دلیری همان قوه خلاقه انسانه. پس بهتره در جایی درست و منبع حقیقی اون به دنبالش بگردیم.